شعر استاد بازار صابر. کتاب را با قلم بنوشتن آسان است. کتاب را با قدم بنویس. برو از خانه‌ات عالم شناسی کن. برو از خویشتن آدم شناسی کن. کتاب را آدم و عالم شناسی میکند تولید. اگر در آن نباشد درد و آزار، اگر از آن نخیزد بوی دلدار، کتاب شعر ما چون جسم بیجان است. در آن هر صفحه برگ زرد ریزان است. من آخر با همین اندیشه میمیرم. نخفتم یک شب هم بی غم و آرام. شب تا سبز کردم قطعه شعر، دلم را آب کردم دیده را پرنم. سخن را آب دادم. چی آبه؟ قطره اشک، قطره خونه. ببین من با چه محنت ها شدم شاعر. ببین من با چه محنت ها شدم شاعر.